بحث ما روی شادیه و شاد زیستن و چگونگی مبارزه با غمها، ناراحتیها. سخن اول من با شما این است که زندگی هدیه خداوند است به ما، اما چگونه زندگی کردن هدیه ماست به خداوند. ما قراره به خدا چه هدیه‌ای بدیم در ازای هدیه‌ای که او به ما داده. آنچه که خداوند از ما میخواد فقط شادی هاست، شاد کردن و شاد بودن. مهم نیست چقدر زندگی، مهم این است که چقدر زندگی میکنی. مهم نیست که چقدر داری، مهم این است که چقدر میبخشی. مهم نیست که چقدر درد میکشی، مهم این است که چقدر صبر میکنی. مهم نیست که برای تو چه اتفاقی میافتد، مهم این است که تو چه تصمیمی میگیری. اینها مهمه. این جمله رو من بعد از یک عمر به دست آوردم. بنویسید دکتر انوشه گفت شادی و آرامشی را که امروز دارم فقط و فقط محصول انتظاری است که از کسی نداشتم. شادی و آرامشی را که امروز دارم فقط محصول انتظاری است که از هیچ کس نداشتم. اگر از من بپرسن یه رمز بگو برای همیشه شاد بودن، فقط میگم که در الان باشید، در زمان حال باشید، فقط مال الان باشید. بزرگترین رمز موفقیت شما الان، در آن بودن شماست. فقط مال الان. داری غذا میخوری، بدانی داری غذا میخوری، بدانی در حال غذا خوردنی. داری میدوی، بدانی در حال دویدنی. داری دوش میگیری، بدانی داری دوش میگیری. نه اینکه وسط غذا خوردن بگی اوف ای خدا چیکار کرد، باید برم دمار شدم. این نشون میده که تو در آنجایی، نه اینجا. بزرگترین رمز موفقیت برای الالابد همه این است که مال الان باشید. الان. میگه اگر تو به مشکل امروزت غم دیروز و اضطراب فردا را اضافه نکنی، مشکل امروز تو هرچه باشد قابل حل است. بچه اینو بنویسید. همواره از شیشه جلو، همواره از شیشه جلو به زندگی نگاه کن، نه از آینه رو به عقب. اندازه آینه رو به عقب اینقدره. شما فقط اینقدر میتوانید به گذشته نگاه کنید، آن هم برای عبرت، نه برای حسرت، فقط برای عبرت. متوسط سرعت شیر 65 کیلومتر در ساعته. متوسط سرعت آهو 95 کیلومتر در ساعته. معذالک شیر آهو رو میگیره. اگر گفتین چرا؟ هر از مقداری که میدوه یه لحظه میسته، برمیگرده ببینه چقدر فاصله داره. همین کارشو میسته. هرگز اجازه ندارید به گذشته برگردید مگر برای عبرت، برای مرور، نه برای نشخوار. فرق است بین مرور گذشته با نشخوار گذشته. در الان بمانید تا شاد بمانید. اشتباه ما در روابط اجتماعی در این است که یک نفر رو اونقدر امتحان میکنیم که آخرش چی میشیم؟ بهش بی‌اعتماد بشیم. زیاد پیله به حال افراد نکنیم. این یکی دیگه از خطاهای انسانه. بنویسید اونقدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بده. اونقدر به دنبال مفقود نگرد که موجود را هم از دست بده. اینا جملات شادی آورند. بنویسید معذرت خواهی نشان دهنده شکستن غرور نیست، نشان دهنده اوج شعور است. نشان شکست غرور نیست، نمایش اوج شعور است. معذرت خواهی کنید. اینو به خاطر بسپارید. بحث کردن با احمق عین کشتن پشه روی صورت. ممکنه پشه رو بکشید اما قطعا به خودتون یه سیلی زد. با احمق بحث نکنید. با احمق بحث نکنید.
در مورد زوجها این جمله رو هم بنویسید شادترین زوجهای جهان ماهرترین آنها در فراموش کردن نقاط ضعف یکدیگر است. اگر مار پوست اندازی نکنه محکوم به مرگ، اگر درختها پوست اندازی نکنن محکوم به مرگن، اگر ذهنیت انسانها تغییر رو نپذیره و تحول رو نپذیره قطعا محکوم به فناست، محکوم به درماندگی، محکوم به زواله. اینو از یاد نبرید. بچه بنویسید با عقل نمی شود جهانی را که هر لحظه با عشق خلق می شود تفسیر کرد. یه نکته هم بهتون میگم بچه فوراً درد و بدبختی کسی که میناله رو باور نکنید. آدمایی هستن که مدام مینالن، بعد از کلی که نالیدن ازشون بپرسید ببخشید شب که میخوابید چه خوابایی میبینید؟ میگه آقای دکتر مدام کابوس میبینم، کابوسای وحشتناک میبینم. بعضیاشون میگن آقای دکتر اول خواب یادمون میاد بقیه‌اش یادمون میاد. بعضیا میگن تکه تکه از خوابا یادمون میاد. باید ببینیم چی تو ذهنمون مانده. بعضیا میگن آخر خواب یادمون میاد، اولش. همینقدر که بفهمید یه آدمی میتونه بخوابه بدونید آدم بدبختی. اینو هم بنویسید تا زمانی که یاد نگرفتیم که با مخالفان خود چگونه صبور باشیم، نه شادی را یاد خواهیم گرفت و نه موفقیت. بنویسید افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش میدهند، افرادی که با ما هم عقیده نیستند به ما دانش میدهند و ما برای زیستن و لذت بردن از زندگی هم به دانش و هم به آرامش نیازمندیم. آدم‌ها را به اندازه لیاقتشان علاقه‌مند بشوید، اما به اندازه قابلیت و ظرفیتشان آن علاقه را ابراز کنید. این یه رمز خیلی مهمه، چون فرق است بین لیاقت یک انسان و قابلیت یک انسان. بچه اینو به خاطر بسپارید که موفقیت برای انسان‌های کم ظرفیت مقدمه گستاخی است. زیاد هم برای خودتون به درگاه خدا دعا نکن. خدایا برای من و خدایا برای خدایا این خانواده، خدا این بچه خود. برای دیگران زیاد دعا کنید، برای خودتون یه بار دعا کنید، 2 بار دعا کنید. علت اصلی افسردگی انسان‌ها این است که ما به دیگران اجازه می‌دهیم بیش از آنچه که در لیاقتشان است در زندگی ما بمانند. ما خط قرمز نداریم، ما ردلاین نداریم، ددلاین نداریم، تاپ دد سنتر نداریم. ما یه مرز مشخصی نداریم به فرد بگیم قربونت برم دیگه کافیه دیگه تو، چون خجالت میکشه تا اینجا اومده دیگه روی همه زندگی ما داره سیطره پیدا میکنه. حتی تصمیم ما رو اون میگیره. انسانی که برای هدف خودش نتونه تصمیم بگیره جزئی از مسیر اون فرد خواهد بود. اون از ما به عنوان پل استفاده خواهد کرد. ما اگر راه خودمان نباشیم پل دیگران خواهیم بود و این خیلی تأسف‌آور. اگر اینو ما با آدم‌ها روشن کنیم، خط قرمزها رو روشن کنیم، حریم‌ها رو روشن کنیم، همین مسائل ما حل. ما دیگه ناراحتی نداریم، ما دیگه غصه‌ای نداریم. کسی را قضاوت نکنیم به خاطر اینکه گناهانش با گناهان ما فرق داره. خیلی بده. دیدی چیکار کرد؟ چرا دادم؟ چون گناهش با گناه تو فرق داره قضاوتش میکنیم. ما اصلا حق قضاوت نداریم. تو زمانی با دیگران به وحدت میرسی که ابتدا با خودت به وحدت رسیده باشی. تو اگر با خودت به وحدت نرسیده باشی با هیچ کس روی زمین به وحدت نمیرسی. تویی که افسردگی داری یعنی با خودت درگیری. تویی که پرخاشگری داری یعنی با خودت درگیری. تویی که عصیانگری داری یعنی با خودت جنگ داری. تو چجوری میخوای دست یک نفر رو به عنوان همسری که همسر تو خواهد بود، همرویی که همراه تو خواهد بود یدک بکشی تا یه عمر؟ تو با خودت درگیری مریض. تو چجوری میخوای یک نفر دیگر رو راهبری کنی با خودت؟ تو با خودت به وحدت نرسیدی، میخوای با این به وحدت برسی؟ 4 صلح پشت سر بذار. صلح با طبیعت،
صلح با مردم، صلح با خودت و صلح با خداوند رو، این 4 صلح رو پشت سر بذارید تا به وحدت برسید. و به قول حضرت مولانا این 4 صلح اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه تو 4 دیوار عین رو فرو بریزی. دیوار علاقه، دیوار عناد، دیوار عقیده و دیوار عادت. این 4 دیوار باید فرو بریزی. و تو اگر بخوای به قول حضرت شمس، اگر بخوای این 4 دیوار عین رو فرو بریزی، مقدمش این است که تمام عمرت معطوف بشه به مبارزه با 4 نون نفس بشریت، یعنی نادانی، ناتوانی، نگرانی و نیازمندی. نادانی، ناتوانی، نگرانی، نیازمندی. اینو خواهش میکنم به خاطر بسپارید. نقد قیمت هر شیئی آن مقدار پولی نیست که ما جای آن شیء میدهیم. نقد قیمت هر شیئی آن مقدار از عمر من است که صرف توجه به این شیء می شود. ارزش این شیء چقدره؟ ارزش این پسر، این دختر چقدره؟ 3 سال از عمر من. ما استعدادهایی داریم بسیار عالی، ولی استعدادها رو از دست دادیم. چرا؟ چون طرف میاد میگه آقای دکتر نمیدونی از 17 سالگی من تا 27 سالگی حقیقتش 10 سال معتاد بودم. بعد از 10 سال اومدم رفتم یه جایی کار کردم، بعد فهمیدم ای داد بیداد اصلا استعداد من آقای دکتر تو نقاشی بود، من باید نقاش میشدم. آقای دکتر اصلا من باید خطاط میشدم. آقای دکتر من در فیزیک، بعدها فهمیدم در فیزیک چقدر استعداد. کی میفهمه؟ 30 سال بعد از جوانی، 20 سال بعد از جوانی. اینقدر این آدم سرگرم چرت و پرت بود، اینقدر ما حواسمون به لاابالیگری ها و بیخیالی ها و چرت و پرتگویی که اصلا نمیدانیم مأموریت ما برای به دنیا آمدن به چه سمتی بوده. این دکمه اول پیرهنه، انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر. دکمه اول پیرهنه. بچه دکمه اول اگر اشتباه بسته شد، پیرهن رو تا آخر اشتباه می‌کنید. پیرهن رو میتونید برگردید و از اول اصلاح کنید، اما این 3 تا رو به این سادگی نخواهید توانست. نه انتخاب رشته، نه انتخاب شغل، نه انتخاب همسر. بنابراین دقت کنید و به فرزندانتان اختیار آزاد بدید برای انتخاب. وادارش نکنید به رشته خاصی. برگردیم سراغ شادی. بنویسید زندگی مثل قهوه است، تلخ، سیاه، داغ. سیاهیشو با صداقت قاطی کنیم روشن میشه. تلخیشو با صمیمیت، داغیشو با صبر کنید خنک میشه. این 3 تا صداقت، صمیمیت، صبر کلیدهای زندگیتون باشه تا این سیاهی، تلخی، داغی از بین بره. یاهو YAHOO یعنی چی؟ یاهو اینترنت یعنی چی؟ یاهو YAHOO یعنی you always have other option. تو همیشه یه گزینه دیگه داری. تو نباید تو بنبست بمونی، باید یا راه را بیابی و یا راه را بسازی. You always have other option. تو همیشه یه گزینه دیگه داری. چرا ازتون پرسیدم شادی را ترجیح میدهید یا برنده بودن؟ زیرا شادی برندگی را تضمین میکنه. یه عده‌ای میگن آقا آدم وقتی پیر میشه رویاهاش از دست میده. من میگم نه، من معتقدم آدم وقتی رویاهاشو از دست میده پیر میشه. اصلا سن و سال مهم نیست. شما هر سنی که باشید رویاهاتون رو از دست بدید پیر میشید. هر سنی که باشید. خواهش میکنم رویاهاتون رو نگه دارید. انسانی که با رویاهاش زندگی میکنه خداوند به این رویاها امواج میده تا این انسان با نشاط بمونه. این جمله رو بنویسید. Your best teacher is your last mistake. بهترین معلم تو آخرین اشتباه توه. ما مدام در حال یادگیری هستیم.
بچه بنویسید خطر تأخیر در تصمیم گیری هزاران بار از خطر یک تصمیم اشتباه بالاتر است. خطر تأخیر در تصمیم گیری، اینقدر مسمس نکنید، اینقدر منمن نکنید، اینقدر لکولک نکنید، تصمیم رو بگیرید حتی اگر اشتباه باشه. اینقدر پشت این چراغ چهارراه چراغ قرمز ایستاده تا سبز شده، زرد شده، قرمز شده، سبز شده، زرد شده، قرمز، هنوز نمیدونه، باید مستقیم بره، ایور بره، ایور. خطر تأخیر در تصمیم گیری هزاران بار از خطر یک تصمیم اشتباه. بچه‌ها تصمیم رو بگیرید در زمانش حتی اگر اشتباه باشه. این شما رو تقویت میکنه برای صحت تصمیم در مرحله بعد، در زمان مناسب. دو نوع شادی ما داریم. یه شادی خیامیه. خیام میگه ببین من غیر از الان قبول ندارم، از او دنیا و اینا هیچ کس نیامده بگه چه خبر. من معتقدم آقا تو الان کیف روزگار کن، بقیه‌اش دیگه بیخیال. یه نگاهی که خیام داره اینه که آقا بعد از این مرگ دیگه همه تبدیل به خاک کوزه‌گری میشه. به همین خاطر میگه آقا الان دنیا رو الان بچسب. این نگاه زمین تا آسمون با نگاه مولانا فرق، زمین تا آسمون. نمیدونم چند نفر از شما با عرفان مولانا آشنایی دارید؟ چند نفر از شما ورود پیدا کردید به کتاب مثنوی مولانا؟ شادی مولانا چرا عرض کردم متفاوته؟ برای اینکه مولانا به این نتیجه رسیده که آنور بی نهایت فضا شادتره تا اینور. تمام این شادی های ما و سماعی که ما میکنیم برای اینه که به سمت اون شادی داریم حرکت میکنیم، اونو از دست ندیم. این شادی برای رسیدن به اون شادیه. در مسیر وصال لذت مقصد وجود داره، نه در مقصد. پنجشنبه ها به این دلیل جالبن چون فردا جمعه است. جمعه جالب نیست چون فردا شنبه است. مولانا معتقده که مقصد در مسیره، نه در انتهای مسیر. به همین خاطر دوره آشنایی پسر و دختر جالبتر از دوره عقده. دوره عقد جالبتر از دوره ازدواجه، چون ناشناختگی وجود داره. هرچه ناشناخته تر جالبتر. شما وقتی یه پدیده رو میشناسی دیگه برات جالب نیست. این مکر خداونده. خداوند همه چیز رو به تکرار و دور آفریده، حتی روزها، حتی مکانها، جز خودشی که فقط خطه. هر دو نفر به یک شیشه خیره شدن، یکی زیبایی منظره رو میبینه، یکی کثیفی پنجره رو. این دست خودته، زیبایی منظره یا کثیفی پنجره. من دوره راهنمایی بودم، از فیلم‌های وسترن خوشم میومد. یه فیلمی رفتم دیالوگش فکر کنم تا آخر عمر دیگه تو ذهنم بمونه. کلانتر با رفیقش داشتن تو بیابون میرفتن، بعد اینا درگیر راهزنا شدن، کانا بردن پشت یه صخره. کلانتر خودش اسلحه نداشت، رفیقش یه هفته‌ای داشت، شروع کرد تیراندازی کردن به دشمنا. کلانتر همونطور که نشسته بود به رفیقش گفت که داری چه خبر؟ گفت کلانتر یه خبر خوب، یه خبر بد. گفت اول خبر بد رو بگی. گفت کلانتر فقط یه گلوله مونده. گفت خبر خوب. گفت هنوز یه گلوله مونده. به قدری این دیالوگ منو تکان داد، به قدری اینو منو تکان داد، فهمیدم همه جهان همینه. فقط یه گلوله مونده، هنوز یه گلوله مونده. فهمیدم که ما به ذات خبر بد یا خبر خوب نداریم، بسته به تعبیر ماست. خبر خوب بچه همون خبر بده، خبر بد همون خبر خوب، بسته به تعبیر ماست. بچه ها 99% اوقات خبر خوب همان خبر بد، خبر بد همان خبر خوبه. ببینید اصلا ما پدیده‌ای به نام شانس، بخت، اقبال نداریم. این چیزی که داریم میگیم در حقیقت میگن طالع نیت انسان. این انعکاس های نیت انسانه که واژه ای را به نام اقبال یا بخت معنا میدهد. پیرمردی اسب پیری داشت، اسب سر گذاشت بیابون رفت، همسایا جمع شدن تو خونش گفتن عجب پیرمرد بدبخت و بدشانسی هستی. گو معلوم نیست بدشانسی باشه یا خوششانسی، فقط خدا میدونه. 10 روز بعد دیدن اسب پیر برگشت 80-90 تا اسب وحشی و جوان رو با خودش بود. همسایا جمع شدن تو خونش گفتن عجب پیرمرد خوشبخت و خوششانسی هستی. گو معلوم نیست خوششانسی باشه یا بدشانسی، فقط خدا میدونه. چند روز بعد
پسر این پیرمرده داشت یکی از اسبا رو رام میکرد، اسب زده زمین پاش شکست. همسایه‌ها جمع شدن تو خونش گفتن عجب پیرمرده بدبخت و بدشانسی است. گفت معلوم نیست بدشانسی باشه یا خوششانسی، فقط خدا میدونه. چند روز بعد مامورای دولت اومدن جوونا رو بگیرن ببرن سربازی. همه رو بردن جز اینی که پاش شکسته بود. همسایه‌ها جمع شدن تو خونش گفتن عجب پیرمرد خوشبخت و خوششانسی هستی. گفت معلوم نیست خوششانسی باشه یا بدشانسی، فقط خدا میدونه. فقط خدا میدونه. فقط شما بگید خیره انشالله. فقط بگید خیره. فقط بگید الخیر فی ما وقع. فقط بگید خیره انشالله. بسیاری از بیماری‌های روانی ما ناشی از اصرار خودمون بر بیمار بودنمونه. کسی ما بیمار نداریم مگر اینکه خودشو به بیماری حالم بدار احساس افسردگی ناراحتی طرف عاشق شده رگ آبونه به من به او برسون. ما بیماری میسازیم چون احساس میکنیم اگر بیمار باشیم تحت پناه باشیم بیشتر به ما توجه میشه. بشر عزتمندیشو از دست داده. مشکل مردم ما مشکل سلف استیمه. اینه که ما یه پیام میذاریم، شعری میذاریم، نیم ساعتی 1000 تا لایک اومده، لایک 1000 تا لایک، بعد فکر میکنید عزتمندیمون تقویت. خیلی تفکر احمقانه. اولین رمز شادی بچه‌ها یک کلمه است به نام اکسپتنس، پذیرش. پذیرش 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 پذیرش. این اولین رمز موفقیت به سمت شادی هست. یعنی چی؟ یعنی هر حادثه ای رو که خارج از دایره اراده و اختیار ما اتفاق میافته بپذیریم. acceptation reception. بپذیریم. سال اینو میخوام به شما بگم، تقویت عزتمندیتون در خودتون، در درونتون، در وجودتون. خودتون رو باز بیابید، خودتون رو بازسازی کنید. ما یه امیلیوریشن داریم، بهسازی، یه رینوویشن داریم، بازسازیه، یه اینوویشن داریم، نوسازیه. باید بدانید کجا به بهسازی، کجا به بازسازی، کجا به نوسازی نیاز دارید، کجای وجودتان. این مأموریت شماست. کسی دیگه نمیاد کمکتون کنه. خودتان را به خودتان اثبات کنید. عزتمندی در خودتان. خودتان را به خودتان اثبات کنید و به خدای خودتان تا عزتمندیتون گرفت.